درود عرض میکنیم دوستانی عزیز و ارجمند. برنامه فضا است و امروز مهمانان برنامه ما از انسامبل دولتی شش مقامی به نام فضلالدین شهابوف کمیته تلویزیون و رادیویی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تشریف آوردند. سیراج‌الدین جورایف رهبر موسیقی انسامبل دولتی شش مقام و همچنین مطربان چیره‌دستی همین انسامبل و همچنین شاگرد ایشان آمینه محیدینова نیز به برنامه ما تشریف آوردند که غالب آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیزی من هستند و برنامه ما با یک نوای خیلی فارم آغاز یافت. آهنگی آرزو
مؤلفش سیراج‌الدین جورایف که یک آهنگ خیلی جذاب و گوش‌نواز و دلنشین بود و به برنامه ما رنگ دیگر بخشید. خسته نباشید. واقعا آهنگ‌های شما را وقتی گوش می‌دهیم یک معجزه است، یک دنیای دیگر است در آهنگ‌های شما و اینم از مهارت و هنر شما درک می‌دهد. بیاید اطراف همین آهنگ حرف زنیم که در کدام حالت ایجاد شد و چرا نامش را گذاشتید آرزو. سلامت باشید. و این آهنگ ما وقتی که این هر یک جزوی آهنگ رو پیوست کردیم یک آرزو پیدا شد. یعنی نام گذاشتن برای هر یک آهنگ اینم یک کاری مشکل است، نام گذاشتن و خصوصا مخصوص یک آهنگ هست با نام خودش است. بله. و وقتی که آهنگ ایجاد میکنید در ذهن شما، در تصور شما چی پدید میآید؟ اصلا شما چی رو میبینید؟ عادتا آهنگ مثلا یک جزوی آهنگ در معنی سر مثلا بعضی وقت میباید این چیز همین جزوی آهنگ رو ما روش میتیم و دوام میتیم، یعنی سرخط باشد میان خط میسازیم و بازگوی یک میسازیم. در اطراف همین کمپوزیسیون یعنی ساختار آهنگ یک آهنگ پیدا میشه. و وقتی من همین آهنگی شما رو گوش دادم یک طبیعتی زیبا، یک خرمی، یک سرسبزی، آسمانی صاف همیگونه تصور در ذهن من پیدا شد و آهنگساز نیست همیگونه تصور دارد هنگامی آفریدن یک آهنگ. بله. احساس دارد که یک چیز رو میبیند، یک طبیعت رو میبیند، یک زیبایی رو میبیند، یک چیز رو میبیند، یک اجرای خوب میبیند، یک رقص زیبا رو میبیند، یا نباشد یک اجرای خیلی سطحی بلند میبیند یا میشنوید. این چیزا همش با فکری من همچون ایجادکار همین گفته میتونم که این چیزا تکان میدهد برای ایجادیات نو. و در همین آهنگ بیشتر ساز غیژک برتری داشت. یعنی من بیشتر ناله های غیژک رو میشنیدم در همین آهنگ که چگونه ناله های جانگداز داشت. خاصه همین آهنگ بود فکر میکنم. سلامت باشید. و تقویت میدادن این ناله ها رو دیگر سازها. غیژک نوازی ما یعنی دوستی ما هنرمندی نو تکرارین کس در ساز غیژک علاقه در جمهوری بیرون از جمهوری خوب میشناسند. خصوصا در غیژک همه آهنگ ها وقتی که میزنند مینوازند شوکت جان عاقل با دل خودش مینوازد. بله. یعنی احساسات بلند. بله. واقعا درست گفته. دو نوع هنرمندان هستند. هنرمندانی که تکنیک رو میدونن، یعنی میروند در یک جا خب قاری اجرا میکنن، میدونن که این نوت هست، این مثلا دو تار دارد، این 4 تار دارد، مثلا این گونه نواخته می شود و این چیز. ولی این هنرمندان به گروه ایجادکاران داخل نمی شوند. یعنی یک نفرای تکنیکی هستند. و اگر بگیم که برای رابط هم اگر همین گونه تکنیک را بیاموزی از خود میکنند. ولی گروه دیگر هنرمندانی هستند که در برابر دانستن تکنیکای سازهای موسیقی، تکنیکای موسیقی، دانش موسیقی داشتنشون همچنین یک احساسی دویم دارن. یعنی با دلشان، با حسشان، با روحشان همون آهنگ را اجرا میکنن و درک میکنن. و وقتی که نوازش این گونه مثلا هنرمندان رو میشنوی کلا فرق میکنن. همون تکنیک است، همون قاعده است، ولی درک آهنگ دیگرگونه می شود. یعنی گوش‌ها را نوازش می‌دهد و به قلب انسان میرسد. این هم فکر میکنم از همون مهارت مطرب، مهارت همون نفر که خب با دلش مینوازد درک می‌دهد. درست. من فکر میکنم همه مطربان، همه اجراچی آوازخوان است اگر دل نداشته باشد و با شنونده یعنی اجرای خودش رسانده نمیتونه. و بعضی مطرب و بعضی اجراچی ها همین گونه احساسات بلندتر است. از جمله در شوکت جان عاقل احساسات همین موسیقی، احساسات هر یک نوته موسیقی از دل با دل یعنی احساس کرده مینوازند، با خاطر همین شنونده رو خوب با خودشان جلب میکنند. و وقتی که شما این گونه بها میدید دیگر جای حرف نیست. خسته نباشید. شما در عائله فرهنگی به دنیا آمدید. پدرتان شاعر بودند. بله. از فن تاریخ درس میگفتند. درس میدادن، زبان و ادبیات درس میدادن، شاعری میکردن، شاعر بودن. همین محیط شما را به قالب هنر برد. بله. بابای ما دوتار نواز بودن. پدر ما از بابا ما خیلی جوان ماندن و پدر ما خواستن که من دوتار نواز شوم. یعنی آرزوهایی که بابایتان
бале бале ҳамон орзуое ки падари ман доштанд. Дар хона мо дутор буд. Падари ман фақат бо ангуштзар дасти рост дутора мезаданд кам кам, чунки ин падари ман дутор навохтагӣ аст мегуфтанд. вақте ки мактаби мусиқӣ рафтем ба сози аккордеон, ман ҳамон вақт хеле ин машҳур буд, ба аккордеон рафтагӣ ҳастам. баъд вай хеле бузург буд, аккордеон хурд будам. падари ман ин баҳона шуд, гуфтанд ки ин дутор мехонад. Гуфтанд баъд дутор дошт. беҳтарин. боз чӣ дастовез овардед? як оҳанги дигар бо номи рӯё. рӯё. хуб.
ادامه برنامه فضا از دوستان عزیز. یادآور میشم که مهمان برنامه ما مطرب چیره‌دست و ممتاز سیراج‌الدین جوریف هستند و یک خوش خبر دیگر نیز داریم برای شما. کتاب آهنگ‌های سیراج‌الدین جوریف روی نشر آمد با نام دردانه که مبارک میگویم به شما و اینجا آهنگ‌های سیراج‌الدین جوریف رشته ادوار در آورده شده است و این کتاب برای دانشجویان کنسرواتوری ملی تاجیکستان، برای دانشجویان دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان، عموما برای آن نفرانی که با موسیقی خاصتا با موسیقی ملی سر و کار دارن، کتاب خیلی مفید نیست هست، میتوانند که از این کتاب استفاده برند و خب دیگر خیلی کار ساده شده است. وقتی که بر رشته ادوار در آورد دیگر به دشواری میتوانند که آهنگ ها را اجرا کنند. کدام آهنگ هایتان را به این کتاب وارد کردید؟ عموما بگویید که کی روی کار آمد و کی تصمیم گرفتید که میگونه کار را انجام دهید؟ راستی این کتابی که شما میبینید این کتابی اولین ما. در اینجا 10 آهنگی نو ایجاد، یعنی نو ایجاد در اون معنا که در طول چند سال با همراهی این انسامبل دولت شش مقام ما چند آهنگ ها ثبت کردیم و در برنامه ها اجرا کردیم و دیدم یک از 10 زیاد آهنگ شده است و 10 تای آن رو گرفتیم در یک کتاب جا کردیم با البته دستگیری وزارت فرهنگ و وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان روی چاپ آمد، یعنی چاپ کردن. نشریات از طرف وزارت فرهنگ بود و برای کنسرواتوری و برای دانشکده صنعت و کالج ها و مکتب های موسیقی که در اونجا انسامبل سازهای خلقی دارد میتوانند از این آهنگ ها استفاده برند. بله. در همین آزمون تاجیکستان وطن عزیز من در نامینیت نوازندگی عنعنوی من مشاهده کردم که الکی یک 10 نفر بودن، تقریبا یک 10 نفری بودن که آهنگ های شما را اجرا میکردن. سلام. خب از اونجا یک چند نفر شاگردان خود شما نیز بود و یکیش آمینه که نزد ما نشسته است و در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من جای اول رو اشغال کرد در میان خواننده های مکتب. مبارک میگویم، واقعا من شاهد بودم، در اونجا بودم و خیلی اجرای جالب نیز بود از جانب او. شما در بخش اولی آزمون با دوتار اکادمی آهنگ ملی اجرا کردید. خب و بعدتر تا جایی که میدونم با همین دوتار عنعنوی تقریبا 2 ماه آمادگی دیدید، 2 ماه مشق کردید و دستاوردی بزرگ است. واقعا فکر میکنم که از تلاش، عشق و محبت شما نسبت به همین ساز موسیقی بود. خب از تجربه خود، از همون زحمت های شبانه‌روزی خود برای ما گفته باشید. در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من طول 3 سال است که اشتراک میکنم. با دستگیری استادانم به این آزمون آمدم، با دستگیری پدر و مادرم. در دوره اول چه خیلی که شما میدونید با اسباب اکادمی با تیاری از سری راحت رو نواختم. بعد جای اول را سزاوار گشتم. باز مرا گفته که شما اسبابتون رو عوض کنید برای دوره های نهایی. من با پیش استادم سیراج‌الدین جوریف به درسگیری آمدم. این کس به من 2 طور نقض یافته دادن، ما مشق تمرین کردیم. بله. در همه آزمون با من گفتن این اسباب استادت هست. من گفتم نه، آنها میدونستن که استادی من در اسبابش یک تا نشانه داشته. خب چه نشانه است؟ در اینجا جور کردم. شما هم از استاد تقلید کردید و این گونه؟ استادم به من خودشون کرده. عجیب. این برای جور کردن خیلی کمک میکنه. در همین تفاوتی دوتار عنعنوی از دوتار اکادمی در چی است؟ چه تفاوت دارد؟ دوتاری که زمانوی میگوییم، یعنی در ژن اکادمی موسیقی های اروپایی هم نواخته میشه. برای ارکستری سازهای خلقی در دوره شوروی از همین دوتار 4 نو دوتار، قریب 5 نو دوتار ساختن. دوتار بست هم در همین داخل میشود. دوتار آل، دوتار پریما، دوتار 4 نوی دوتار هست و دوتاری که عنعنوی خودمو همین است. همین است. و اون دوتار جورش دیگر است. جورش بلندتر
این گونه بحث ندارد. با فورتپیانو بسیارتر بعضی اثرهای اروپایی هم نواختن ممکن، اثرهای روسی هم نواختن ممکن. این عنعنوی دوتار عنعنوی این چیز خیلی شما ولی فکر میکنم که با دوتار عنعنوی خاصتا موسیقی های ملی شیرین تر است گوش دادنش. من فکر میکنم با دوتار زمانوی مثلا بیرون از کشور ما هنرنمایی کنیم اگر بهترش دوتار عنعنوی کدی کنیم. زمانوی واسه گپ یکمش با فورتپیانو سازی فورتپیانو خیلی بلند است. بله. دوتار عنعنوی صدای دوتار عنعنوی رو پخش میکنه. دوتار اصیل همین دوتار عنعنوی است. از خودمان است. ملی خودمان است. از قدیم و پرده هایی که شما در اینجا میبینید بسته پرده این همش نزدیک است به پرده های تنبور، یعنی پرده های شش مقام خیلی نزدیک میباشد. بله. و تنبور هم صدا میباشد. با این سازی من تمام جهان رو گشتم. بله. و هنرنمایی با همین ساز کردم. و نگفته نماند بازم سازهای دیگری ما این تنبور و ستا. سطایی هم در دوره دانشجویی یعنی اسپیرانت اکادمی بودم، اکادمی مقام از استاد عبدالولی عبدالرشیدوف آموخته. شما شاهد هستید همین سالی گذشته دوتار نوازو خیلی بسیار برآورد کردم. کوشش کرده استادیم بازم آهنگ‌های نو برای شاگردان تیار کرده باشیم و ایجادیات نو برای مطربان سازهای ملی تا قدری امکان کار کرده استاد. خسته نباشید. واقعا هم آموزگار نفری که به یک نفر یک چیز می‌آموزاند این خیلی کسب پرشرف است و زحمت خیلی زیاد دارد یک شاگرد رو تربیت کردن. ما از آمینه خواهش میکنیم که برای ما یک آهنگ اجرا کنن. خب حتما که میدونیم که از آهنگ‌های شما اجرا میکنن و نمیدونیم کدام آهنگ رو. خب یک آهنگی ما با آمینه بعد از آزمونیم. پیش از آزمون هم کمتر کار کرده بودیم. بعد از آزمون یک چیز به آخر رسانیدیم. این یک آهنگ خلقی است. اوفری شهناز اسفره. خب باشد گوش میدیم. بفرمایید.
اگر به کارنامه شما نگاه کنیم از سال 2007 اینجانی بلکه رابطه های بین المللی شما شروع می شود. اولین جایزه شما در سال 2007 و بعدتر از سال 2010 اینجانی بلکه به طور گسترده در کشورهای مختلف جهان گذاشتن کنسرت ها و همچنین درس گفتن به داوطلبان به اون نفرانی که در کشورهای مختلف دنیا هستند. عموما خیلی دستاورد زیاد است. مثلا در مهلت 10-12 سال تا به این حد پیشرفت، تا به این حد اعتراف شدن از جانب شخصیت‌های معروف دنیا. خب به فکر شما این همه معروفیت و این همه دستاوردها از چی سرچشمه میگیرد؟ شاید زحمتی شبان روزی شما باشد. تشکر، سوال خیلی جالب. منم فکر میکنم به فکر شما منم البته همراه میشوم. اون موفقیت هایی که من در جاده صنعت تو به امروز رسیدم، من فکر میکنم همش این مهنت هایی که من کردم و از همون مهنت ها راحت یک نتیجه مهنت های من، چون که با هر یک کنسرتی که اولش با هنر خود من چند کس مرا شناخته، پیش از برآمدی یگان کنسرت یا یگان چهاربینی من حتما تیاری بسیار سخت میدیدم. تو هنوز همین خیلی هستم، یعنی مشق تو همون درجه نرسد من صحنه خودم تیار حساب نمیکردم و همون مشقی که در جوانی بود و البته این در دوام سالها هست بود و فکرم به همین درجه مرا رساند. من فکر میکنم هر یک هنرمند صاحب استعداد است. اگر صاحب استعداد و نباشد شما چه خیلی که گفتید راه برد. حتی همچنان استودنت‌های هم بودن، دانشجویی در دوره شوروی موسیقی میرفتن، تکنیک خیلی خوب دارن لیکن احساسات ندارن. این گونه همکورس‌های هم داشتیم. البته اون آدمی که صاحب هنر است، صاحب مثلا همین آوازخوانی یا نباشد مطربی با خودش کسب کرده است، اینو من فکر میکنم از همون از آفریدگاه خودش کمی باشد هم همون استعداد به همون کس زیادتر داده است. بعضی دیگران مثلا یا زیادتر داده است که وای به خاطر همین وظیفه داره است که مردم رو با غذای معنوی تامین کند. این غذای معنوی، این موسیقی هم از صدا، سرود، این چیزا همش برای مردم است. برای مردم غذای معنوی میگیرن و تربیه فکر میکنم برای تربیه نسل نو هستن، برای تربیه انسان، تربیت ذهن ها، تربیه وجود انسان، وجود انسان ها. سلامت باشید، خسته نباشید. واقعا از حضور شما در برنامه موزه فضا لذت بردم. این بار اول نیست که ما در این سفره صحبت میکنیم و واقعا هر باری که اینجا میاد یک صحبتی نو، یک کشفیاتی نو میشود و من شما رو خوش آمدید میگم به برنامه موزه فضا. و در انتهای برنامه برای ما چی آوردید؟ اجاز با همراهی انسامبل آماده کردیم و یک آهنگ دیگر گلچین در یک جایگی این همه را اجرا میکنیم. بله دوستان عزیز، همینجا به انتهای برنامه موزه فضا رسیدیم. یادآور میشیم که مهمانان برنامه ما هنرمندان انسامبل دولتی شش مقام بودند که ما شاهد اجرای خیلی زیبای آنها شدیم با رهبر موسیقی انسامبل دولتی شش مقام سراج‌الدین جوریف. و در انتها برای شما روزگاری خوش و یک زندگی پر از عشق و محبت را تمنا داریم و برنامه ما با نوازش دیگر به پایان میرسد.